علامه محمد سالم ابن عبدالودود هاشمی یکی از تقای یکی از استادان ما هستند. الله تعالی رحمت کند. سال 1960 یعنی چند سال پیش میشد، 40 سال با 24 سال یعنی 64 سال پیشتر از کشور موریتانیا به کشور تونس سفر کردند. اینکه از خودشان در سن 17 سالگی تمام اصول علم رو تمام کردم. بعد 17 سالگی فقط هر چیزی که خوندم ثقافات و چیزای فروع بود میگم. اصولی تمام علم های دینی و دنیوی رو تا سن 17 سالگی خوانده تمام کردم. چون که اونا عادت داشتن از او ایام 3 سالگی و 4 سالگی اول قرآن حفظ میکردن، بعد لغت حفظ میکردن، تاریخ حفظ میکردن، تمام علم ها رو حفظ میکردن به یک اسلوبی عجایب و غرایبی که در تمام دنیا نیست. فقط به اونها دانشگاه ها نمیرسید. اون سال 1960 یعنی خیلی بر وقت به تونس سفر کردم. بعد به اونجا به فاکولته حقوق شناسی در آمدم. بگذار فنی دنیوی باشه، خودشان شیخ کلان عالم اسلام هستند، در حتی تا وظیفه های قاضی عالی مملکتشان خدمت کردند، دولتشون اسلامی کردند، قانون های که ضد اسلامی بود همشه حذف کردند، قانون های اسلام پابرجا کردند در کشورشان. قاضی تمام قاضی عالی بودند، وزیر شؤون اسلامی شدند پیش از یعنی در آخرهای عمرشان. سپس یک تقریبا 20 سال آخرشان پر را با به علم وقتشون جدا کرده به مردم درس میگفتن. الله تعالی رحمت کنند. که سال 1960 وقتی که به تونس رفتن به فاکولته حقوق در آمدن، حقوق شناسی. تونس دولت دنیوی بود. برای فقط نایل شدن برای شهادتش، شهادتی بکالوری، یعنی برای دانشگاه تمام کرد، برای شهادت گرفتن. وقتی که رفتن قانون دولت منهج دراسی 4 ساله دانشگاه گرفتن. حالا من اگر اینترنت دارید، اگر وزارت معارف سایت وزارت معارف دارید، از صنف 1 تا صنف 11 چی درس ها در مکتب گفته میشه، چی کتاب ها، همش کتاب هاش وجود دارد کشور خودمون. یعنی یک طالب علم با غیرت باشد میتونه تمام 11 ساله برنامه دولت همیشه خوانده میبرد در مدتی کم. اون کس 4 ساله منهج دراسی دانشگاه در مدتی بعضی استادان میگن در 1 هفته، مثلا در آخرهای اوگوست رفتیم 20 اوگوست تا 1 سپتامبر 4 ساله دانشگاه پر منهج دراسی خوانده برآمده. نه فقط خوانده برآمدن، با به نظم در آوردیم، قانون دولت به نظم در آوردیم. به نظم یعنی شعر کردیم. برای این خیلی علمی زیاد در کار. خیلی که گفتیم در 17 سالگیشون تمام علم های دینی و دنیوی اصول علم را تمام کرده. بعد یا فقط ثقافات و لهجه های کشورهای میخوندن. لهجه یمن از مکه چی فرق دارد، لهجه مردمی قرغان تپه از کولاب چی فرق دارد، چیزای اضافگی، چیزایی که ندانیدم ضرر نمیکند. بنابراین در مدتی یعنی 1 هفته به قول بعضی استادان در مدت 1 هفته پر منهج دراسی خوانده برآمده با نظم بر در آوردیم، به نظم کشیدیم، با اونو یک شعرهای عجیب می نوشتم. و برای به نظم در آوردن خیلی لغتی بای و علمی وسیع لازم است. تو یک کس خوانده میبرید و به نظم میکشید، نظم به ترتیب میدارید، سخنها کم میشد، لفظها کم میشد و معنای میگیرد، پر محتوا میشد. ببینید چه خیلی کار کردید. یعنی شما بعضی طلبه ها 6 ماه میگذره 1 مرتبه منهج دراسی خوانده نمیبرید.